رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ان المرأة، یک زن در روز قیامت سوال کرده نمی شود مگر از دو چیز از زنان پرسیده می شود، یکی از نمازشان و دیگر از حق شوهرانشان. یکی از نمازشان، دیگر از حق شوهرانشان، که در برابر شوهر خود چه کار کردی. به مادران و خواهران این را برسانی که حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. آیا تا هنوز دختری بر روی پدر خود استاد شده گریبان پدر خود را گرفته است؟ پس چگونه امروز زن در برابر شوهر خود استاده می شود، لباس شوهر خود را پاره می کند و گریبان شوهر خود را می گیرد، پدر شوهر خود را دشنام می دهد، مادر شوهر خود را دشنام می دهد. اون بیچاره‌ای که 100 افغانی پیداگر در روز نیست از اون مطالبه 5000 لباس می کند، آیا این کار را در برابر پدر خود می کرد؟ امروز چقدر این امت از دین بیخبرند، در حالی که حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. ای پدر بزرگوار، ای مادر گرامی که به دخترت میگی اگر یک تا شوهرت گفت و 2 تا بگویی به خدا قسم ظالم ترین پدر تو هستی، ظالم ترین مادر تو هستی که به دخترت میگویی در برابر شوهرت استاده شو، نمیدانی که با دستان خود دختر خود را به جهنم میاندازی. تو زندگی دخترت را بدبخت کردی. ای مادر گرامی که تو به دختر خود یاد میدی که در برابر پدر و مادر شوهرت استادگی بکن. به خدا این راه حل نیست. به دخترت بگو به شوهر خود عشق بورز، محبت بورز. باید شوهر وقتی بیرون می شود بداند که نیم توته دلش داخل خانه است، بداند محبوبش داخل خانه است.